سلام، اینجا ترانسپورت میوزیم لندنه. از قبل باید بوک کنیم، این ورودیشه و بعد از ورودیش هم ساکا رو میگردن. یه سالن اینجوری داره، یه راهرو اینجوری داره و شروع میشه. بلیتش 24 پونده برای بزرگسال و از قبل حتما باید بلیت داشته باشیم. این طبقهش با آسانسور اومدیم بالا. این طبقهش لندن 1800. اینم یه دونه خب چه تو انیور خیلی خوشگله. این دارم کالسکه اوناست. من تا حالا پانورمای به این قدیمی ندیده بودم. لندن تو 1800. تمام اون قسمت مرکز لندن که تو ساحل رودخونه تامزه رو کلا چاپ کردن. خب اینا هم وسیله نقلیه که تو سال 1800 تو لندن استفاده میشد. اتوبوس دو طبقه، کالسکه دو طبقه، کالسکه دو طبقه من تا اون ندیدم. خب اینم یه جورایی، اینم یه کالسکه دو طبقه است، گرینویچ تا واترلو. خیلی جذابه که دقیقا همونی که استفاده میشده تو شهر همون رو بردن، یعنی یه چیز مجزایی نیست. خب اونم دوباره یه دونه کالسکه دیگه. این بغلم دوباره به وسیله نقلیه رو گذاشتن. کالسکه قشنگ روح داره انگار. آره همشون واقعی. چند بازه میشه دید. خب یه طبقه اومدیم پایین. این قطاریه که تو سال 1890 استفاده میشده. البته یه قطار هم اون برای قطاری مورگیت. این قسمت موتورشه. یه واگن موتور رانندهش گذاشتن. یه دونه که یه واگن مسافره. خب واگن مسافرش هم بازه. چند تا مسافر ماکتی هم دارن. اون موقع هم همینجوری بالاش تبلیغ و نقشه داشت. بعد طرح صندلیاش هم همینطوری شلوغ پلوغ بود.
1860 این استفاده میشد. پاتوگراف چی؟ نمیدونم. اینو منتظر میشه سوار شد. خب اکثر موزه لندن هم از اینا داره. گوشی ها میذاری کنار گوشه توضیحاتش گوش میده. صداش خیلی داغونه. خب اینا خب اینجا هم یه ماکت ساخت زمان ساخت حالا آندرگراند Tak sa ročne kopali jamy. Tak sa robilo metro. Toto. Veriavi na paru. To je dobej. Čo? Však tam ideme. چه لامپ تکون نمیخورن؟ دود و اینا در من. دود؟ حالا بایستا بایستا خاموشه. اینو من بچرخونم. این پایینو ببین. اینو بزن. خاموش میشه. اینجاش نگاه کن. کجاست؟ نه دود اومد. دیدم این برش جزئیات خوبی داره. این از رو ببین از نوع دهن خب این هم یه قطار دیگه سال 1866 اینر سیرکه. چی موتورش گنده است. موتور بخاره. واه بگوش چوبیه. سلام های بیا بایستا. یه نفرم کشته. این کوپه وی آی پی اختصاصی شد. اون وی آی پی بود اولیه. همش همینطوریه. همش همینطوریه. یعنی هر واگن خودش در داره. اینطوری مثل قطارهای دیگه راهرو نداره. اصلا راهرو نداره. اینجا هم چند تا کشوه. نیله یه بار دیگه باز میکنیم. اینا هم انواع بلیط هست. البته بلیط های فصلیه. خب پایینی رو باز خب بعدی هم باز کن ببینیم. پازله. خب بیایم سراغ اینجا. خب اینا هم یه سری عکسه. کتاب تایم تیبل حرکت قطار است. نه خب
یه نمای اینجوری هم از موزه نشون بدیم. کل قطار اتوبوس اون پایینه. راستی کشه ها انواع نقشه و عکس و ایناست. این برم یه اتوبوسی گذاشتم ولی فکر کنم این اتوبوس خیلی جدیده. فکر کنم از این اتوبوس کاملا الکتریکه. من بریم پایین ببینیمش. اینجا همچنان طبقه دومه. یه سری اتوبوس و پالیسی و اینا پایین هست که گفتن نمای بالاش هم ببینیم. یه قطار هم اون بره. یه قطار هم این دور میچرخه. این اتوبوس هم گذاشتن اینجا صف وایسادن. بچه ها میرن پشت فرمون میشنن و توپ میزنن و اینا. اون برم یک گالری پوستر گالری پوستر بود که به نظرم زیاد جذاب بود. میلا بوغش ببین کجاست. کل اتوبوس اینقدر فقط مارکت درست کردن که بچه ها بیان باید بازی کنن. این هم دوباره مثلا اتوبوسه و کلی مثلا ابزار اینو گذاشتن. باکس ابزار گذاشتن اینجا. اون زیر هم خالیه. بچه ها میرن اون زیر مثلا تعمیر میکنن. میلان رفتیم زیر. میلا اینجا کلی اکتیویتی داره برای بچه ها. بعد اینجا هم یه اتوبوس دو طبقه است که درست کردن. از این پلا میره بالا. چون خیلی کوچیکه دیگه من اونجا رو فیلم نگرفتم و چون پر بچه هست کنه پدر مادر رو ناراحت شد. تراموا نگاه کن اینو بعد اتوبوسه به اون دوتا سیم وصل میشه. بعد یه وقتایی اون آهنه از اون سیمه جدا میشه. برای همین یه آقای با چوب باید اینجوری وصل میکرد.
اینجا هم این دستگاه پانچ بلیته که این آقای دستش گرفته و بچه ها یه دونه بلیت بر میدارن میده خودشون سراغ کنن. There's a queue. I tried. Get the others out. Oh no, you won't need it. There we are. Thank you. Which one would you like? نیلا ببینم بلیتش اون کشت چیه؟ اونو هم سوراخ میکنه هم اینجاش مفت میزنه هم یه زنگ میزنه. اینجا دو تا اتوبوس خوشگل گذاشتم 3 تا. یعنی هر موزه تو لندن و تو انگلیس کلن بری چیزی برای قبل از سال 1800 نمیبینی. همه چیزایی که وجود داره کلن بعد از سال 1800. انگار قبل اصلا هیچ فرهنگ و تمدن و هیچ آدمی انگار تو انگلیس زندگی نمیکرد. هیچی نیست. اینجا فروشگاهه. این یه تیکه فروشگاهش خیلی جذابه. چتر و کیف و نمیدونم کروات و کلا همش با پارچه های صندلی های اتوبوسه یا مثلا قاب عینک چرخ صندلی اتوبوسه. خیلی بامزه. اینا هم همینطور دوباره با صنعت هر اتوبوسه. فروشگاهش خیلی بامزه است. اینم انواع ترینا. امیدوارم خوشتون اومده باشه. من که خیلی دوست داشتم این موزه رو. حتما سر بزنید. خداحافظ.